علیم شیرزمانوف، یک سیاستمدار مخالف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان، روز 22 اپریل در صحیفه‌اش در فیسبوک ویدیوی را نشر کرد که در آن چگونه در کوههای اطراف خوروغ حرکت کردن یک گروه سربازان ثبت شده است. این ویدیو سر و صداهای را در مورد احتمال آمادگی مقامات به عملیات حربی در شهر خوروغ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان، به وجود آورد. اما یک منبع در ساختارهای قدرتی تاجیکستان به پایگاه خبری بامداد گفت در خوروغ آمادگی به یگان نوع عملیات حربی جریان ندارد و ویدیوی نشر شده از مشق‌های تاکتیکی قسم‌های حربی وزارت مدافعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. به گفته این منبع، نظامیان تاجیک در جریان این مشق‌ها در خوروغ و اطراف آن راه و شیوه‌های مقابله با تهدیدهای بیرونه را مشق می‌کنند. یگان خیل آمادگی به یگان خیل عملیات حربی در خوروغ نیست، تاکید کرد امصوبت بامداد. وز در خوروغ ماه نوامبر سال 2021 در پی بعد بازداشتش کشته شدن گلبدین زیوبیکوف، ساکن دهه 17 نویه روشقلب بد شد. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با طلب به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ زیوبیکوف 4 روز در میدان مرکزی خوروغ تظاهرات کردند. در جریان این اعتراضها باز 2 ساکن بدخشان کشته و بیش از 17 تن دیگر زخمی شدند. از پایان ماه ینور به این طرف ساکنان خوروغ نگرانی آغاز عملیات حربی برای بازداشت محمد باقروف معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده، برای پیشگیری از بازداشت او حتی در راههای به سوی محله برخوروغ که باقر در همین محله در کوچه ایجابوف به سر میبرد نوبداری شبانه روزی تشکیل کرده بودند. ولی هفته‌های آخر از خوروغ خبر میرسد که وضع خیلی آرام شده است و تشویش و تهلکه مردم از احتمال شروع عملیات حربی هم کمتر شده است.